أدركت الآن معانيها، أسماء حسنى لعلا، وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه‌های گذشته با تعدادی از اسماء حسنا و صفات پروردگار آشنا شدیم. در این برنامه هم یکی دیگر از نامه‌های الله متعال را خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنم. نام مبارک الحمید، نامی رو که در قرآن کریم الله متعال بارها برای خودش ذکر کرده. حدود 17 بار در قرآن کریم نام الحمید ذکر شده و 10 مورد، شاید بالغ بر 40 مورد الله متعال خود را ستوده در مورد حمد خودش و ثنای خودش در قرآن کریم این کلمه حمد را به کار برده و در دعای خودمان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه ما نام حمید را یا صفت حمد را برای الله متعال بیان میکنیم. در قرآن کریم همان گونه که عرض کردم در 17 جا الله متعال نام الحمید را برای خودش ذکر کرده و هو الولی الحمید در سوره شورا که الله متعال ولی و حمید هست. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، همه شما نیازمند الله متعال هستید و غنی بی نیاز و ستوده شده حمید الله متعال هست و هو الغنی الحمید. یا در سوره لقمان الله متعال می فرماید و من یشکر فانما یشکر لنفسه. اگر کسی سپاسگزاری بکند در مقابل نعمتهای الله متعال، نفعش به خودش برمیگردد، برای خودش سپاسگزاری کرده. و من کفر فان الله غنی حمید. و اگر کسی کفر بورزد، کفران نعمت بکند، ناسپاس الله متعال باشد، الله متعال غنی حمید هست، بی نیاز ستوده شده هست. اگر به کسی میبخشد، نه به خاطر این که نیازمند اوست، بلکه صرفاً این فضل الله متعال هست. حمید که صیغه مبالغه هست از ماده حمد گرفته شده و حمد ضد ذم و مذمت هست. مذمت یعنی بد گفتن، بدگویی از کسی. ذم کسی را میگویید یعنی این که فلانی را مذمت کردید، بدگویی کردید از کسی. و حمد یعنی تعریف خوب. ذم یعنی تعریف بد، از بدیهای کسی تعریف کردن و حمد از خوبیهای کسی تعریف کردن. پس بنابراین الله متعال حمید هست، یعنی دارای حمد هست، شایسته حمد هست، در مقابل نعمتهای زیادی رو که بر ما دارد که در این صورت هم معنی شکر می شود و در مقابل
صفات بسیار زیبا و کاملی که الله متعال دارد. پس بنابراین همه ما باید حمدگو و ثناگوی الله متعال باشیم، زیرا که الله متعال حمید هست. الحمید یکی از نامه‌های الله متعال هست، یعنی ذاتی که سزاوار حمد هست، خودش حامد و محمود هست. یعنی حمد کسانی را که شایستگی حمد را دارند بیان می کند و هم خودش شایسته حمد هست و حامدون حمد کنندگان حمد پروردگار را به جا می آورند. عرض کردم که حمد به معنی ستایش هست، به معنی تعریف خوب هست، از خوبی های کسی بیان کردن، یعنی حمد. و کلمه حمد از مدح و از شکر معنی گسترده تری را دارد، یعنی معنیش عمیق‌تر هست و کاملتر هست. بدین خاطر هست که الله متعال می‌فرماید الحمد لله رب العالمین. حمد کاملتر و بهتر هست از معنی مدح. مدح هم به معنی تعریف هست، به معنی بیان خوبی ها هست. شکر هم به معنی بیان احسان و نعمت هست، اما حمد فراتر و گسترده تر هست. و این حمد یا حمید هم میتواند به معنی فاعلی باشد، یعنی به معنی حامد باشد، و هم به معنی محمود باشد. قبلا عرض کردم که الله متعال حامد هم هست، بدین معنی که اولیاء خودش را، فرشتگانش را، پیامبرانش را، کسانی را که قابل ستایش هستند می ستاید. کسی خوبی دارد، الله متعال خوبیش را می ستاید. و محمود هست بدین معنی که بندگان حمد الله متعال را به جا می آورند، سپاسگزار الله هستند، مدحگو و ثناگوی الله متعال هستند. الحمدلله رب العالمین. تمام موجودات و مخلوقات، اعم از انسانها و دیگر مخلوقات، حمد و ثنای الله متعال را به جا می آورند. و این من شیء الا یسبح بحمده. هر چیزی که در آسمان و زمین هست با زبان بی زبانی خودشان حمد و ستایش الله متعال را به جا می آورند. حمد در زبان عربی احیانا در مقابل نعمت و احسان به کار برده می شود. یعنی کسی به شما انعامی داده، احسانی کرده، لطفی در حق شما کرده، شما در مقابل تعریفش می کنید. یعنی این می شود یک نوع شکر. حمد در صورتی که به خاطر نعمت باشد و در مقابل یک فضل و نعمتی باشد هم معنی شکر هست. و وقتی که یک حمد دیگر داریم که در مقابل این هست، چون که ذاتی که ما حمدش را بیان می کنیم، ذاتی که ما او را می ستاییم واقعا قابل ستایش هست، اینقدر صفات عالی دارد، اینقدر صفات کمال و جمال دارد، اینقدر از بدیها و سوء پاک و منزه هست که قابل ستایش هست. حمد در مقابل نعمت مانند این که در سوره اعراف الله متعال می‌فرماید وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، که به خاطر نعمت هدایت از الله متعال باید شاکر باشیم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا، یعنی به خاطر این که ما را هدایت کرده. و حمد به خاطر صفات کمال و جمال مانند الحمد لله رب العالمین، حمد و ستایش الله را من بیان می کنم به خاطر این که رب العالمین هست، به خاطر این که الرحمن الرحیم هست، به خاطر این که مالک یوم الدین هست، به خاطر این که این صفات عظیم را دارد. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. حمد و ستایش الله و ذاتی که فرزند ندارد
و شریکی در ملک و مملکتش ندارد. پس بنابراین حمد ویژه الله متعال هست، چه در مقابل نعمت باشد، زیرا که منعم اصلی ما الله متعال هست. هر احسانی که هست، هر لطف و نعمتی که هست، هر ناز و نعمتی که ما داریم، همه از جانب الله متعال هست. پس بنابراین بدین خاطر باید حمدگو و ثناگوی الله متعال باشیم و از جنبه دیگر باید الله متعال را بستاییم، زیرا که الله متعال شایسته ستایش هست، شایسته حمد و ثنا هست. و الله متعال می‌فرماید و من یشکر فانما یشکر لنفسه. اگر شما حمد الله متعال را در مقابل نعمتهایش بیان بکنید، یعنی سپاسگزاری بکنید از الله متعال، نفعش به خودتان میرسد. اگر شکر بکنید، نعمتتون را چند برابر میکند. و اگر کفران کردید، ناشکری کردید، هیچ ضرری به الله متعال وارد نمی شود. اگر تمام کسانی که الله متعال به آنها نعمت داده، احسان کرده به آنها حیات و زندگانی داده، صحت و سلامتی و عافیت داده و بقیه نعمتها را الله متعال به آنها داده، اگر همه سپاسگزار باشند در ملک الله چیزی اضافه نمی شود. اگر همه کفران بکنند و ناسپاس باشند، باز هم چیزی از ملک و پادشاهی الله متعال و از حمید بودن الله متعال کاسته نمی شود. معنی الحمید از نظر لغوی عرض کردم که حمد ضد مذمت هست. ذم به معنی بدگویی و حمد به معنی ستایش، به معنی بیان خوبی ها، به معنی ثنا گفتن. و الله متعال محمود هست، یعنی ستایش شده هست، قابل ستایش هست در ذاتش و در اسماء و صفاتش و هم در افعالش. یعنی ذات الله متعال کاملترین ذات هست، اسماء الله متعال زیباترین اسما هستند، صفات الله متعال صفات جلال و کمال و صفات جمال هستند و همه اینها قابل ستایش هستند. و افعال الله متعال هم افعالی هستند که قابل ستایش هستند. یعنی افعال الله متعال بر اساس عدالت هست، در آن ظلمی وجود ندارد. افعال الهی بر اساس عدل و حکمت الله متعال هست، بر اساس رحمت الله متعال هست. و تمامی افعال و کارهای الله متعال حتما به خاطر یک غرض و به خاطر یک منفعت و یک هدفی هست. هیچ کدام از کارهای الله متعال بیهوده نیست. پس بنابراین الله متعال محمود هست و قابل ستایش هست در ذات بی‌مثالش و در نامه‌های و به خاطر نامه‌های زیبایش و به خاطر صفات والایش و به خاطر اعمال بی‌عیب و نقصش. تمام اینها قابل ستایش هست. و الله متعال محمود هست، ستوده شده هست، قابل حمد و ثنا هست در شرعش، در شریعتی که مقرر کرده، در تقدیری که رقم زده، در حکمی که الله متعال اجرا می کند. اهم از این که این حکم الهی حکم تقدیری باشد، به این معنی که الله متعال حکم کرده که باید این گونه باشد، یعنی تقدیری رو که الله متعال رقم زده. اهم از حکم شرعی الله متعال، یعنی تمام احکام شرعی و فقهی که از جانب الله متعال هست که دستور داده که فلان کار رو انجام دهید، فلان کار رو انجام ندهید. یا احکام جزایی که از جانب الله متعال صادر شده که اگر کسی فلان کار را انجام داد فلان مجازات را باید تحمل بکند. تمام اینها بر اساس علم هست و بر اساس حکمت هست و بر اساس عدل الله متعال هست، بر اساس رأفت و رحمت الله متعال هست. کاملترین و بهترین حکم هست. پس بنابراین کسی که این همه کمال دارد در حکم خودش،
این همه جلال و جمال دارد در حکم خودش، این همه مهر و محبت دارد در حکمی که صادر کرده، این همه حکمت و فلسفه رو در نظر گرفته در این حکم، چون این ذاتی واقعا قابل ستایش هست. الحمدلله رب العالمین. و الله متعال محمود هست و قابل حمد و ستایش هست به خاطر یکتاییش، به خاطر اینکه یگانه معبود عالم هست، به خاطر اینکه در تمامی اسماء و صفاتش و در ذاتش هیچ گونه شریکی رو ندارد، بی نیاز مطلق هست. الله متعال هر کسی را که بخواهد از صفت حمد برخوردار می کند، یعنی این که او را محمود بندگان قرار می دهد، مردم او را می ستایند، مانند رسول الله صلی الله علیه وسلم که محمود هست، ستوده شده هست، بدین معنی که الله متعال مهر و محبتش را در قلب انسانها انداخته و همه دوستش دارند و همه تعریفش می کنند. و در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که زمانی که الله متعال یک کسی را دوست می دارد به خاطر صفات زیبایی که دارد، به خاطر اعمال صالحی که دارد، به خاطر ایمان قلبی و اعمال درونی که انجام می دهد، از خوف و رجا و توکل و تضرعی که در قلبش هست، وقتی که الله متعال یک بنده را دوست می دارد، اعلام می کند در آسمان ها که الله متعال فلانی را دوست دارد و فرشتگان هم دوستش می دارند، جبرائیل و دیگران دوستش می دارند و نهایتا در زمین هم چون این فردی محبوب می شود به خاطر صفات زیبا و ستودنی که در واقع دارد. پس بنابراین به هر کسی که بخواهد لیاقت حمد را می دهد و از هر کسی که بخواهد لیاقت حمد را می گیرد، او را مذموم قرار می دهد. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم محبوب هست و محمود هست. الله متعال هم او را ستوده و بندگان هم او را می ستایند. الله متعال به اندازه لیاقت و شایستگی حمد را دارد و محمود هست که هیچ شری رو نباید به الله متعال نسبت دهیم. تمام کارهایی که عرض کردم اعمال الله متعال اعمال محمودی هست و شر رو نباید به الله متعال نسبت بدهیم. شر و بدی رو، نقص را، عیب را در ذات الله متعال، در اسماء و صفات الله متعال، در اعمال الله متعال هیچ گونه راهی نیست. کاملترین نامه ها و کاملترین صفات را و کاملترین و بی‌نقص‌ترین اعمال از آن الله متعال هست. صفاتش پسندیده هست، نامه هایش حسنا هست، اعمالش هم اعمال مرضیه‌ای هست، بر اساس عدالت و رحمت هست. الله متعال محمود هست. با هر زبانی حمد الله متعال بیان می شود، با هر لهجه‌ای و با هر گویشی الله متعال مورد حمد و ثنا قرار می گیرد. گذشته از این که فرشتگان الهی، انسانها و جنها الله متعال را می ستایند، بلکه تمامی مخلوقات الله متعال را می ستایند. و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. تمام موجودات به گونه‌ای که شما نمیدانید مشغول بیان حمد و ستایش الله متعال هستند. پس بنابراین ذاتی که در ذات خودش و در صفات خودش، در نامه‌های خودش و در اعمال خودش این همه فضایل دارد، این همه جلال و کمال دارد، واقعا قابل ستایش هست. و ما هم وقتی که دعا را آغاز می‌کنیم با جمله الحمدلله رب العالمین آغاز می‌کنیم و الله متعال هم کلامش را با الحمدلله رب العالمین آغاز کرده. و جالب این است که
حمید بودن الله متعال همراه با عزیز بودن الله هست. یعنی الله متعال در قرآن کریم صفت حمد را و الحمید را، نام الحمید را در کنار نام العزیز ذکر کرده. الله متعال میفرماد و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. بالله العزیز الحمید، اللهی که عزیز حمید هست، یعنی مقتدر هست، عزیز هست، سیطره دارد، شکست ناپذیر هست، اما در عین حال حمید هست. یعنی قدرت الله متعال، عزت الله متعال، مقتدر بودن الله متعال بدین معنی نیست که الله متعال کارهایش خالی از حکمت باشد. در کنار اوج عزتی که دارد، اوج قدرت و سیطره‌ای که دارد، اعمالش اعمالی هست که نشأت گرفته از علم و حکمت هست و بدین خاطر حمید هست، ستوده شدنی هست، قابل ستایش هست، زیرا که عزت و غلبه الله متعال همراه با حمد و ستایش هست و حمد و ستایش الله متعال همراه با عزت هست و در کنار قدرت الله متعال هست. و یکی دیگر از صفاتی که الله متعال در کنار الحمید قرار داده الغنی هست. الله متعال در سوره حدید می‌فرماید که الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحمید. در چند مورد آمده هو الغنی الحمید، الله متعال غنی حمید هست، یعنی بی نیاز هست الله متعال و در عین بی نیازیش حمید و ستوده شده هست. یعنی این که الله متعال با این که نیازی به حمد ندارد میبخشد، بخشنده هست، سخاوتمند هست، ولو این که کسی او را نستاید. اگر کسی در مقابل نعمتهای الله متعال کفر بکند هیچ ضرر و زیانی به الله متعال وارد نمی شود. در هر صورت الله متعال بی نیاز حمید هست. الله متعال محمود هست، ستوده شده هست هم در ذاتش و اگر کسی اعراض بکند از الله متعال باز هم ستوده شده هست. هیچ گونه ضرری بر الله وارد نمی شود زیرا که الله متعال غنی هست. اگر کسی شکر بکند، حمد و ستایی به جا بیاورد یا نیاورد، در هر صورت الله حمید هست و در کنار حمید بودنش بی نیاز هست، نیازی به حمد و ثنا هم ندارد. و الله متعال و هو الولی الحمید، ولی هست و در کنار ولایتی که دارد حمید و ستوده شده هست، زیرا که این برگرفته از کمال الله متعال هست و به بهترین نحو بندگانش را مورد رحمت قرار می دهد و با نعمتهای خودش بندگانش را پرورش می دهد و در کنار آن و به خاطر این صفات والا و این اعمال الله متعال حمید و ستوده شده و ستودنی هست. امیدوار هستم که الله متعال هم به ما توفیق عنایت بفرماید که اعمالی را که در دنیا و آخرت ما را حمید می‌گردانند، مورد ستایش قرار می‌دهند، الله متعال ما را به ستایت به ما توفیق دهد که چنین اعمالی را انجام دهیم تا اینکه سرانجام در دنیا و آخرت انشاءالله سرفراز و سربلند باشیم. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا، وتنور قلبي بصفات
أوصاف ليست لسواه، إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق أدرك